از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم این اذکار را بسیار تکرار میکرد: سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اتوب الیه. یعنی خداوند را با پاکی یاد میکنم و با سپاس و ستایش او مشغولم و از او طلب آمرزش و به درگاه او توبه میکنم. عایشه میگوید عرض کردم یا رسول الله، میبینم که بسیار میفرماید سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اتوب الیه. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودند پروردگار بلند مرتبه به من خبر داده است که من نشانه هایی را در امتم خواهم دید. پس هرگاه آن را دیدم بسیار بگویم سبحان الله و بحمده، استغفر الله و اتوب الیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید اکنون این نشانه ها را دیدم، چنانکه که الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یعنی الله سبحانه و تعالی در این سوره می فرماید هرگاه نصرت و فتح خدا فرا رسید، یعنی فتح مکه، و مردم را دیدی که گروه گروه به دین الله جل جلاله داخل می شوند، آنگاه به شکرانه این نعمت بزرگ به تسبیح و ستایش خدای خود بپرداز و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است. امام نووی رحمه الله می فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم این اذکار را در رکوع و سجده نیز می خواندند، زیرا حالت و شیوه نماز در رکوع و سجود برتر است و پیامبر صلی الله علیه و سلم این دو حالت را برای ادای واجبی که با او امر شده بود انتخاب کرد تا خضوع و خشوع نسبت به خداوند در بهترین و کاملترین شکل ظاهر شود. الله سبحانه و تعالی ما را توفیق عمل کردن به دین خود نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.